چطوری عشقم؟ خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی خفن جیگون مستون از سری باکسولن. بچه ها لایک کامنت دومال کردن فراموشتون نشه. بدونین که خیلی دوستتون داریم. بچه ها گفتم خیلی قرار سری های خفن شروع شه، هاردکور بریم، همه چی بریم. آقا باکسولند من خودم تنها میذاشتم با اسقر و کیوتی و پاتریک هم یه بار اومدم. الان خونه هم کدومشون ساختیم، ترید و این چیزا. آقا من این دفعه متاسفانه دارای یه چیز نیستم. اسمش چیست؟ مزرعه نیستم، چون مزرعه خیلی تو شهرامون نون توشه. هر 2 استک گندم. اینجا خونه کیوتی ساختت. اینه چی میگن توش؟ یا اول فصل به قرآن خونش میترکی جرم میدم. بچه من برای این قدر الان پیش رفتم تو این شهر که چون که چیز دیگه خیلی وقتی سری شروع کردیم. تاریخش بعدا میرم نگاه میکنم بهتون میگم. بالای بده چیه؟ خیلی وقته، فکر کنم قسمت اولشو ویدیو گرفتم ولی پستش نکردم. این گودی زیرو چشم به خاطر این مثلا شبا بیارم ماینکرافت بازی میکنم. حالا دیگه اینم میدان اندمونه بچه ها. دیگه اینجا کار و اینا هم من بدبختی ندرایت رفتم جمع کردم کلی تا بالاخره تونستم یه چند تا ماشین بسازم. این بده. نگاه کنید، نگاه پر ماشینه. اینا که کامل ندرایت تو طلا، کامل گولد ندرایت رنگ مشکی. اینم ندرایته کنه، همشون ندرایتن. این چرا اینجوری شده؟ حلو به قرآن میکشمت آشغال. من باهاش شوخی دارم. قرآن اون ورشی یه خودت خواستی ببنچ اون ماشینه رو ندانم یه دفعه. همه این وری هم بذارم اشکال نره. ماشینه رو میخواستم بندازم به اسقر. زیاد دایمند زیاد. من رفتم با جای خوردن کلی دایمند. دنیای ماینکرافت بی‌نهایت، یعنی دایمند هم بی‌نهایت. من تازه نفهمیدم تو ذهن خودم. آقا گفتم حالا که دنیای ماینکرافت آقا بی‌نهایت مطمئنم دایمندم بی‌نهایت. رفتم کلی تو قارا گشتم، مثلا دو روز دنیای عادی ها، نه ماینکرافت. 2 روز گشتم. الان هر کی 30 تا بلاک دایمند داره. من برای خودم رفتم بیشتر دایمند پیدا کردم. من دایمند برای اونا پیدا کردم، یعنی خودشون زحمت ندادن برن دایمند پیدا کنن. من رفتم براشون دایمند پیدا کردم.
یعنی رفاقت. فقط کیوتی خواهرم، بقیهشون رفیقم. 11 نفر توی این سرور من باید برای همشون خونه بسازم. وای. این گلدن دستمش. این گلدن اپل. گفتم قرار سری بدراک زیاد بریم، چون من هنوز تو PC ثبت نام خیلی زیاد نکردم. ثبت نام کردم، بچه‌ام PC نرم، فقط حسام PC داره روش ماینکرافت میگه نمیخوام نصب کنم. حسام پاتریک و اوشون داره که اونم میگه من دلم نمیخواد. آقا چیکارم دارید؟ حالا میخواستم دایمندام بهتون نشون بدم. اول یلو شارکر باکس رو بده من. بذار اینجا این سیلک تاچ داره. آره این دایمندام بچه ها. من هر چی میرم، من چون روی این یکی اسم اون چند تایی میداد، من خیلی درست نمیتونم اسمش بکنم، ببخشید، معذرت میخوام. حالا آقا اینجا هم بلیز رادامو میذارم، چون هر کی اینجا میتونه یه چند تا شاپ داشته باشه. من 3 تا شاپ دارم که یکیشون رو هنوز کامل نساختم. همه چیشه رو خودم ساختم، اما شهردارمون یکی دیگه است. آخه پاتریک با عقلش، وای، شهردار فکر نکنم. حالا آقا اینجا هم یکی شاپ همه رستورانمه که هنوز نساختنش. بارون داره. ترایدنت هم بریم کریپر بازی. سلام داشت کریپر، بیا اینجا تو هم بیا اینجا پی برو گم شو. خودم هم خوردم. بریم بخوابیم که یه فرجی بشه حداقل. آی در اسپایدر گوزو بخواب حل باشه. خب بریم اسپایدر بخوریم. اون داره شب دادا خوشش بارون میاد. من رفتم خوابیدم. باید یه پارکینگ عمومی هم بسازم. توی قسمت فرد داشتم شهر رو بهتون نشون میدادم. چه خری اینجا بوده. چرا این کارو باید اینجوری شه؟ خدایا. و اینجا کسی حق نداره برای خودش ماشین درست کنه. باید بریم بخریم. من چون خودم همین ماشین رو درست کردم، برای خودم درست کردم. من میتونم. در واقع اینجا هم شاپ بلیز رادمونه. خیلی قسمت بچه کسی تو شهر نیست، مثلا سگ رفتم بلیز راد جمع کردم. بعضی از بیشتر قسمت ها کسی تو شهر نیست. آره دیگه بچه ها. بعدش میخواستم بگم این باکس بلیز رادا، پولی که از بلیز رادا به دست میارم و میذارم توش. من که از کیوتی 2 استک
چیز گرفتم چون کیوتی ابسیدین فروشه، به خاطر ابسیدین هایی که براش کندم جمع کردم و اسپایدر بی همه چی. بچه ما یه با هم داشتیم، خوب نگرش نداشتیم. بیا بیرون جرأت میخواد. بگم شو نه سیلک تاچ دارم، من دارم قنیه. من دارم قنیه. چرا این دکمه اینجوری شده؟ بخشی من تبلیتم با هنگ کرده به چند وقتیه، یه چند هفته پیش که شکست LCDش. اما موقع و بچه ها هنگ داره. زلم سامسونگ S6 رو به چخ سگ داره. برای بچه ها هم اونی که A55 داری گوشی من هم مال تو هم مال بالاتره و شکون نداشتی به من چه. آقای پاتریک جانم با A55 میاد با همون بازی میکنه. کیوتی با پوکو همه گوشیاشون برای گیم خوبه خدایی. اینجا خزانه بانک دوربینا من نگیرن. داشتم بهم اجازه نمیده بیام اینجا. من دوزم آخه. مثلا قیافه واقعا گوگولیه. من قیافه به دوز بودن میکنه. حسام خره به قرآن. بچه ها اینجا بانکو بیان بهتون نشون بدم که حسام نیستش، کاری نداره. اینجا مونالیزا به دوزمش بهم اقدر پول میدن. این ممکنه من لو هم بدم حسام دلم میخواد بخرمش ولی فکر نکنم. آره دیگه اینجا هم حسام با پولایی که از مالیات به دست میاره اومده ناره اینجوری. و اینجا بیشور رفته فارم ویدر تو ندر درست کرده بی اجازه من مردک. حسام ای داریم ویدیو رو میگیری ماچ بهت نوکر. با کیوتی میام از اینجا به قرآن دزدی میکنم. نه کیوتی پایه نی اسقر. سما کی نار دزدیدی به قرآن کریتیف کردی سامکوز. حسام این کار رو خودت نکن. نیوب بازیدن ایشم میگه من خیلی پرام. نمیاد به من میگه من خیلی پرام. آخه تو 300 پروی میخوره حسام نوب. بهش میگم من 8 سال ماینکرافت پلیرم یا تو میگه من خره. منظورش از من یعنی خود حسام دیگه. مردک راست دروغ میگه. مهم نی ما با آدم های چی نوب سگ گوش نمیدیم. ببخشید نه معذرت میخوام. مثل بچه دیگه نمیتونم ادامه بدم واقعا. آقا تو این قسمت شهر رو بهتون نشون دادم. آقا لایک کامنت دنبال کردن فراموشتون نشه تا ویدیوی خفن دیگه از باکسولند. بای بای.